الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله از من و شما و از همه انسانها و جنها میخواد که ما با الله و با پروردگار خودمون محبت بکنیم. ما در این جهان اومده ایم تا سعی و تلاش کنیم که خودمون محبوب الله باشیم و پروردگار محبوب قلب ما قرار بگیره. سرزمین دل ما برای محبت الله است و این امت سرور کونین، نبی النبیین، خاتم النبیین، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم در این جهان به همین هدف، برای همین مقصد آمده است که خودش هم محبوب الله باشه و همه انسانها را محبوب الله قرار بده و محبوب قلب خودش الله باشه و محبوب قلبهای انسانها و جنها پروردگارشان باشد. الذين يحببون عباد الله الى الله ويحببون الله الى عباده. هدف زندگی این امت: کنتم خیر امه اخرجت للناس. برای نفع رسانی به جامعه بشریت ما در این جهان اومده ایم و بزرگترین نفع برای بشر این است که ما انسانها رو محبوب الله قرار بدیم و پروردگار رو محبوب قلبهای انسانها قرار بدهیم. سرزمین دل انسان فقط و فقط برای محبت الله است و این قلب فقط با رابطه و تعلق با پروردگار آرام میگیرد. ما این وظیفه رو داریم که به جهانیان بگیم و به قلب خودمون هم تفهیم کنیم که محبوب خودت الله رو قرار بده و خودت رو محبوب الله بگردان. آن ذاتی که خودش اعلام میکنه: من منعم شما هستم، من پروردگار کل جهان، الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. خالق کل جهان الله، فرمان روای کل جهان الله، رازق و پروردگار کل جهان الله، حاکم کل جهان فقط الله، آمر کل جهان فقط الله،
حفیظ کل جهان فقط الله، همه جهان در اختیار و کنترل الله. ای انسانها بیاییم با الله صلح کنیم تا در هر دو جهان سربلند باشیم. منعم ما الله اعلام میکنه الم نجعل له عینین، بنگر ای انسان نعمتهایی رو که به تو عطا کرده ام، دو چشم زیبای بینا را چه کسی به تو عطا کرده؟ و لسانا و شفتین، این زبان گویا و این لبهای زیبا. قل ارائیتم ان اخذ الله سمعکم، اگر قوت شنوایی رو از شما بگیرم کور بشید، و ابصارکم، قوت بینایی رو از شما بگیرم کور بشید، قوت شنوایی رو بگیرم کر بشید، و ختم علی قلوبکم، قوت عقل و تفکر رو از شما سلب کنم دیوانه بشید. من اله غیر الله یأتیکم به، غیر از من الله چه کسی میتواند به شما این نعمتها رو عطا بکنه؟ پس ای انسانها بنگرید آسمان برای شما سقف کردم. ان الله یمسک السماوات، این زمین برای شما قرار دادم. هو الذی جعل الارض قرارا، این زمین برای شما فرش کردم. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، پروردگاری که برای آشامیدن به ما آب میده. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آنچه که میخورید از کجاست؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون، اما اسباب ظاهریش افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، چه کسی به شما روزی میده؟ چه کسی شما رو حفاظت میکنه؟ چه کسی به شما هر آن هر لمحه نعمتهاش مانند باران میبارانه؟ هو الذي جعل لكم الشمس، هو الذي جعل الشمس ضیاء، خورشید میدرخشه، و القمر نورا، مهتاب میتابه، و النجوم مسخرات بامره، ستاره ها میدرخشن. همه نعمتن برای من و تو تا با پروردگارمون محبت بکنیم. رساندن این پیام به همه انسانها وظیفه ماست. ای انسانهای ثروتمند، با گوش شنوا گوش کنید. ای ساکنان اروپا و امریکا، ای کسانی که در استرالیا و افریقا زندگی می کنید، یا ای کسانی که در صنعت و چین و ژاپن مشغولید، بشنوید این فریاد قلب ما مسلمان ها را. ما در این جهان اومدیم برای نفرسانی شما. اخرجت للناس ای تنفعون الناس، ما فریاد قلبمون این است که شما از آتش سوزناک و آتش سوزان جهنم نجات حاصل بکنید. ای اهل ثروت و دارایی، ما نیاز به ثروت شما نداریم. الیس الله بکاف عبده، ما الله داریم، به هیچ چیزی نیاز نداریم. مبارک با ثروتتون برای خودتان، اما ما برای شما هدیه آسمانی رو تقدیم میکنیم. بیایید با الله محبت کنید، بیایید خودتون رو محبوب الله قرار بدید، بیایید پروردگار و محبوب قلبهایتون قرار بدهید تا در هر دو جهان سعادتمند و خوشبخت باشید. ای اهل، ای حکام جهان، ای پادشاهان، تخت پادشاهی برای شما مبارک. ای رئیس جمهورها، سلطنت و صدارت برای شما مبارک. ای وزرا، ای صاحبان پست و منصب، پست و منصبتون برای خودتون مبارک. ما نیاز نداریم، حتی تمنا و آرزو هم نداریم برای پست و مقام شما، اما فریاد قلب ماست بشنوید. ما میخواهیم که شما این هدیه آسمانی رو در آغوش بگیرید و رابطتون رو با پروردگارتون درست بکنید تا در هر دو جهان رستگار باشید. در این جهان هم محبوب الله، در قیامت هم محبوب الله، در این جهان هم پادشاه، در حشر هم پادشاه، در جنت هم پادشاه، همیشه پادشاه باشید. ای ثروتمندان جهان، ای کسانی که میخواهید در این جهان سرسبز و شاداب باشید، بیایید ما به شما تقدیم میکنیم هدیه آسمانی را که هرگز در زندگیتون خزان نمیاد، در ثروتتون خزان نمیاد، در خوشیهاتون خزان نمیاد، همیشه سرسبز و شاداب خواهید ماند. رابطتون رو با الله جل جلاله برقرار کنید. صلواتی ختم فرمایید. بزرگ آمده ایم، ما برای نجات بشر اومده ایم، ما برای نفرسانی به انسانها اومده ایم، ما برای رساندن انسانها به بهشت آمده ایم،
ما برای نجات انسانها از رسوایی و ذلت دوری از الله اومده ایم. ما هدفی بسیار بزرگ داریم در این جهان. به همه جهانیان اعلام میکنیم ای انسانهایی که یا ایها الناس، ای انسانهایی که دوست ما هستید یا دشمن ما، ای انسانهایی که خیرخواه ما هستید یا بدخواه ما، ای کسانی که در درهای دربسته، در اتاقهای دربسته نقشه میکشید برای بربادی و تباهی ما، بشنوید فریاد قلب ما را. ما در تنهایی های شب اشک میریزیم که شما به جهنم نرید، همان گونه که پیامبر ما برای دشمنان خودش اشک میریخت. ای کسانی که اسلحه به دست گرفتید و تشنه خون ما و دشمن جان ما هستید، اما بشنوید فریاد قلب ما را. ما قدم را با همت و با معیت و یاری پروردگار قدمهایمون رو بر می داریم تا شما از آتش سوزناک و عذابهای هولناک جهنم نجات حاصل کنید. ما خیرخواه شماییم، ما نمیخواهیم شما به جهنم برید. این درس را به این امت خود پیامبر عطا کرده و این درس زیبا را خود جناب سرور کونین به این امت آموخته. شخصی که میاد یارو شمشیر رو در دست گرفته، پیامبر در حال استراحته، من یمنعک منی، چه کسی میتونه تو رو نجات بده؟ زمانی که چشمه های گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم باز شدن، پیامبر فرمودن الله. شمشیر از دستش میفته، شمشیر رو پیامبر در دست میگیره، من یمنعک منی کن خیر آخذین. اما اینجا فریاد قلب پیامبر و درسی که جناب سرور کونین به ما درس میدهند و تا قیامت به هر فرد این امت درس میدهند، فرمودن اسلم، ای تشنه خون من، ای دشمن جان من، ای کسی که شمشیر به دست گرفته و اقدام به قتل من کردی، بشنو فریاد دل منو و ای امت من که بعد از 14 قرن میایید و در این جمع زیبای ختم بخاری برای محبت الله و رسول الله تجمع میکنید. بشنوید این درس را یاد بگیریم از سرور کونین. فریاد قلب پیامبر اسلم، تو دشمن جان من، تو تشنه خون من، اما من میخوام در هر دو جهان سعادتمند و خوشبخت باشی. این سرمایه بزرگی بود که ما از دست دادیم. ما در این جهان اومدیم که انسانها رو محبوب الله بکنیم. انسانها آن ذاتی که با عظمت قدرت داره، صفاتش و صفاتش خودش با عظمت، صفاتش کامل، ذاتش کامل، آن ذات میخواد که ما با آن پروردگارمون محبت کنیم. یا من لا تراه العیون، ذاتی که چشم او رو نمیبینه، ولا تخالطه الظنون، از تصور ما بالاتره، در هیچ تصوری صفات او نمی گنجند. ولا یصفه الواصفون، هیچ وصف کننده حق وصف پروردگار نمیتونه به جا بیاره. لو ان ما فی الارض من شجرت اقلام، همه درختای جهان قلم بشن و تمام اقیانوسهای جهان دوات و جوهر بشن، اولین آخرین، انس جن، حی، میت، مرده، زنده، رط، یابس، همه جمع بشن و شروع بکنن به نوشتن صفات پروردگار، ما نفدت کلمات الله، نمیتونن حق وصف پروردگار رو به جا بیارند. ولا یخشى الدوائر، از انقلابات جهان ترسی نداره. چرا بر دیگران اعتماد کنیم؟ چرا در سعی و تلاش به دست آوردن دیگه مخلوقات باشیم؟ چرا رابطه‌مون رو با الله جل جلاله برقرار نکنیم؟ همه از تغییرات حوادث جهان در آنها تغییر میاره. با یک حادثه ثروتمند فقیر میشه، با یک حادثه صاحب منصب در زندان میفته، با یک حادثه و الا حادثه مرگ همه رو از همه غیر الله دور میکنه. فقط یک الله. هر جا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هنگام وفاتش دوستش گفت خوب نکردی با فرزندانت. چرا؟ تمام ارثی که گذاشته بودن فقط 18 درهم
و تعداد فرزندان بعضی از تاریخ 12 یا 9 تا فرزند داشتن. گفت منو بلند کنید، سم داده بودن. نشستن، فرمودن بله بچه های منو صدا بزنید. گفت فرزندان عزیز، من برای اینکه خونه های شما رو از مال ثروت پر کنم، من قبر خودم رو پر از آتش جهنم نکردم. من برای اینکه شکم شما رو سیر کنم، لقمه رو از دهان بیوه و یتیم نگرفتم. البته من شما را تعلق با الله و محبت با الله جل جلاله درس دادم. اگر این درس رو فراموش نکنید، و هو یتولی الصالحین، پروردگار برای شما کافی و کارساز شماست. و اما اگر این درس رو فراموش کردید، با الله نشدید، رابطتون با الله برقرار نبود، پس اگر من تمام جهان رو برای شما بذارم، باز هم هلاکت و بربادی و فلاکت منتظر شماست. بعد وفاتشون جلو اینجاست که هنگام وفات وصیت کردن به دوستش: انی رأیت ثلاثة من الملوک من قبلی، سه پادشاه قبل از خودم دیدم، هنگام مرگ اسودت وجوههم، چهرهایشون سیاه، و حولت عن الكعبه، از کعبه برگردانده شدن. دوست عزیز من، چهره منو هم نگاه کن. زمانی که آوردن برای دفن، فاذا ورقة من السماء نزلت، یک ورقه از آسمان پایین اومد. رابطش با الله قویه، فریب دنیا رو نخورده، اعتمادش فقط بر الله بوده. ورقه برداشتن، با نور نوشته: براءة من الله لعمر بن عبدالعزیز من النار، از جانب پروردگار برای عمر بن عبدالعزیز اعلام نجات از آتش جهنمه. در قبر گذاشتم، چهرهشو باز کردم، قطعت و قمر، گویا که یک قطعه از ماه 14 در قبر گذاشته شده و چهرهش به سوی کعبه و تبسم میکنه. بله، رابطه با الله در این جهان، از تغییرات جهان رابطه با الله کم نمیشه، این رابطه منقطع نمیشه. با غیر الله، با ثروت رابطه داری، در همین جهان ممکنه فقیر بشی، این رابطه از دستت بره، بیوفایی بکنه ثروت دارایی، پست و مقام بیوفایی میکنه. چقدر وزیر اعظم بودن که اسیر اعظم قرار گرفتن، چقدر کسانی بودن که دیروز بر تخت پادشاهی، روز بعدش بر تخته اعدام. بله، این جهان وفا نداره، فقط الله. ولا یخشى الدوائر، از انقلابات جهان ترسی نداره، بلکه جهان انقلاباتش به دستورش میان. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، هر کسی رو بخواد در یک آن پادشاه و هر کسی رو بخواد در یک آن حکومتش به هم میزنه و حکومت از اونها میگیره. یعلم مساقیل الجبال، وزن تمام کوههای جهان رو میدونه. و مکائیل البحار، کیل تمام اقیانوسهای جهان رو میدونه. و یعلم عدد ورق الاشجار، تعداد تمام برگه های درختان جهان رو میدونه الله. و یعلم عدد قطر الامطار، تعداد تمام قطرات باران رو رب ذوالجلال میدونه. بلکه هر قطره باران از کجا میاد و به کجا میره، رب ذوالجلال با خبره. الم تر الی قطره واحده، یک قطره باران نگاه کن، وقتی که میباره این قطره باران میرسه به ریشه گندم، طعمی دیگر، مزه دیگر. این قطره باران میرسه به ریشه حنظل، تلخ میشه. به ریشه خرما میرسه، شیرین میشه. به ریشه گل میرسه، معطر میشه. به ریشه لیمو میرسه، ترش میشه. همین قطره آب را عقرب و مار میخوره، سم قاتل میشه. همین قطره آب را جانوری میخوره، شیر خالص میشه. همین قطره آب را آهو بخوره، مسک میشه. همین قطره آب را اگر زنبور عسل بخوره، عسل قرار میگیره. الم تر الى قطره واحده کیف تتغیر طعمها و لونها و خاصتها. یک قطره آب رنگش سبز، سرخ، سیاه، سفید، رنگ برنگ. و این قطره آب طعمش یک طرف مایه حیات و یک طرف خاصیتش، یک طرف مایه حیات و یک طرف سم قاتل و طعمش یک طرف شیرین و یک طرف تلخه و یک طرف خوشبو و معطره. الم تر الى قطره واحده.
پس ما به تمام جهانیان این وظیفه ماست، ما برای غمخواری و همدردی و دلسوزی برای جامعه بشریت در این جهان اومدیم. ما اومدیم که در این جهان فضایی را، جوی را حاکم بگردانیم که نسل‌های بعدی که بر کره خاکی میان آنها به سوی الله بیان، آنها هدفشون الله رو قرار بدن، خودشون رو محبوب الله قرار بدن و محبوب قلبهایشون الله جل جلاله رو قرار بدهند. ما برای این اومده بودیم. اگر این درس را یک صفحه بعد از اولین شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم بپرسیم، سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه در مسیر شام با یک راهبی برخورد میکنند که در صومعه‌اش هست. کسی میگه ای راهب، امیرالمؤمنین داره رد میشه. راهب به این خاطر که شاید فرصتی دوباره به دستم نیاد که امیرالمؤمنین رو ببینم، از جاش بلند میشه. در همین لحظات نگاه مبارک سیدنا عمر بن خطاب به راهب میفته که چهره با استخوان‌های نمودار و پوستی خشکیده با استخوان چسبیده. با دیدن این منظر اشک در چشمان سیدنا عمر بن خطاب حلقه میزنه و قطرات اشک سرازیر میشن. رفیقش فکر میکنه که امیرالمؤمنین تشخیص نداده، گفت لیس بمسلم، امیرالمؤمنین این مسلمان نیست. فرمود بله میدونم که مسلمان نیست، اما عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه، این بدبخت در این جهان با این مشقت و روز قیامت به جهنم میره. چرا یک قطره اشک از چشم مسلمان امروز نمیریزه؟ چرا ما برای اروپایی ها و امریکایی ها اشک نمیریزیم؟ اونها با مردن که با بی ایمانی، با بدون از ایمان در قبر میرن، مستقیم در گودال جهنم میرند. من و تو مسلمان برای دلسوزی اومدیم. پیامبر برای من و تو نمونه و الگو است. این نمونه و الگو فقط برای نماز و روزه و حج زکات نیست، برای آنچه که در قلب اطهر پیامبر بود. از قرآن بپرسیم که قلب اطهر پیامبر چه غمی داشت، چگونه دلسوز بود برای جامعه بشریت، چگونه خیرخواه و همدرد بود برای انسانها. لعلک باخع نفسک، این بیان دلسوزی تعبیری است که قرآن میکنه برای این امت که پیامبر دارن خودکشی میکنن. رب ذوالجلال تسلی میده خودت خودکشی نکن. فلا تذهب، تعبیری دیگر، فلا تذهب نفسك علیهم حسرات. ای حبیب من اینقدر آه پر از حسرتی که با آه کشیدن جان تو از دست بدید، برای این کفار اینقدر آه پر از درد نکش که جان تو از دست بدید. این به خاطر کفار بود. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. حریص کسی که مال و جان، عزت و آبروش در خطر بیاندازه برای نجات بشر. ما اومدیم که همه انسانها را به سوی الله بیاریم، خودمون محبوب الله بشیم. پروردگار اعلام میکنه یا ابن آدم انی لک محب، من با تو محبت دارم. فبحقی علیک، قسم به حقی که من بر تو دارم. فبعزتی و جلالی، سوگن به عزت و جلالم. کلی محبا، با من محبت بکن. این وجدتنی وجدت کل شیء، اگر منو یافتی منو داری، همه چیز داری. و این فقدتنی فقدت کل شیء، منو نداری هیچی نداری. با خدا باش، پادشاهی کن. خدا دارم چه غم دارم. ما در این جهان اومدیم که همه را با جرأت اعلام میکنیم به جهانیان برای نفرسانی جهان، دنیا و آخرتشون. از خود سیدنا عمر واقعه دیگر عرض کنم. در سفر شام کسی اومد به عنوان گدا چیزی طلبید. گفت چرا کار نمی کنی؟ گفت توانایی ندارم. پس چرا گدایی میکنی؟ نیاز دارم. فوراً به استاندار دستور میده زمانی که اینها نیرو دارند و توانایی و کسب میکنند از اینها مالیات میگیری، و زمانی که نیاز دارند چرا نیازشون رو برآورده نمیکنی؟ برای نفرسانی کفار در هر دو جهان مسلمان اومده. در این جهان ما برای نفع جهانیان اومدیم که خودمون محبوب الله باشیم، همه رو محبوب الله بکنیم.
اون ذاتی که اللهم انت احق من ذکر، از هر کسی که ذکر یاد او میشه از همه حقدارتر الله، و ارعف من ملک، و از همه مهربانتر الله، و اجود من سئل، از همه کسانی که سوال میکنیم از همه سخیتر سخاوتمندتر الله. پس من در آخر باز همین التماس میکنم، ما به تمام جهانیان، ای مسلمان هایی که مایوسید از رحمت الله، مایوس نشید، بیایید با الله صلح کنید. آن ذات مهربانه. لو بلغت ذنوبک، گناه کردی، تمام ایران رو با گناه سیاه کردی، اروپا رو کثیف کردی، افریقا و استرالیا و امریکا رو هم متعفن کردی، اقیانوس های جهان رو آتش زدی با گناهات بالای هم رفتن، خورشید رو سیاه کردن، مهتاب رو تاریک کردن، درخشندگی ستارگان رو گرفتن. یک بار بیا توبه کن، پروردگار تمام گناهان تو عفو میکنه، بلکه عوض هر گناه بهت نیکی عطا میکنه. اما ای کسانی که فریب خوردید که پروردگار غفور و رحیم، ما گناه کنیم، از این فریب خودمون رو نجات بدیم. افنجعل المسلمین کالمجرمین، امکان نداره. ما لکم کیف تحکمون، از کجا این قضاوتو کردی که گناه بکن که الله غفور و رحیمه، این شخص با کسی که متقی برابر باشه؟ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار، متقی و فاجر برابر؟ کسی که وقت سحر جبین نیاز و بر زمین گذاشته و بر قدمهای پروردگارش اشک میریزه، برابر با کسی که شبش سیاه کرده با گناه؟ هرگز نه. از این فریب خودمون رو بیرون بیاریم. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما يحكمون. پس ما در این جلسه این درسمون رو تکرار میکنیم که ما اومدیم که خودمون محبوب الله باشیم و سرزمین قلبمون فقط برای محبت الله باشه. همه انسانها رو محبوب الله قرار بدهیم و پروردگار محبوب قلبهای انسانها قرار بدهیم. برای این کار پشتیبان و حامی ما الله، ما تنها نیستیم. به این خاطر من هم عزم میکنم که زندگیمو قبلا به هدر دادم و پروردگار منتظر توبه ماست. اگر قهر میشیم با نفسمون قهر بشیم، با گناه دشمنی بکنیم، اگر بغاوت میکنیم با معصیت بغاوت بکنیم، با الله صلح کنیم. هر کسی باقی الله بوده سرش به خاک خورده و ذلیل شده. بس آخرین عرض من همینه، خودمون رو دریابیم، بیا تا کار این امت بسازیم. قمار زندگی مردانه بازیم، چنان نالیم و اندر مسجد شهر که دل در سینه ملا گدازیم. همه رو بیدار کنیم. شما برای نجات بشر اومدید، اگر مسلمان برای این هدفش اومد همه کارها درست میشند. پروردگار به همه ما شما توفیق عمل عنایت بفرمایند. من هم نیت کردم و از شما سرورا هم التماس میکنم که در آخرین لحظات در این جمع بابرکت ختم صحیح مبارک، ختم صحیح بخاری، همه من عزم بکنیم که ما خودمون محبوب الله میشیم و همه انسانها رو محبوب الله قرار میدیم. سرزمین قلبمون رو برای محبت الله جل جلاله خالی میکنیم و الله جل جلاله را محبوب قلبهای جهانیان قرار میدیم. برای این همه سروران نیت کردن ان شاء الله